عزیز من، اسم فرهاد اسم اصیل ایرانی رو باید خیلی ایرانی تر و قشنگ تر بنویسی. من به شما میگم این دفعه که چجوری بنویسیم. در دو حالت میتونی اجرا کنی. اولا که فعل باید تو پر باشه و ر هم بیاد زیر خط. فعل تو خالی نداریم تو خط نستعلیق. حالا برای اینکه زیباتر بشه ها رو میتونیم به صورت کشیده اجرا کنیم و دال هم کنارش روی خط. حالا اگه خواستی معمولی تر بنویسی میتونی فر رو که نوشتی از های دو چشم استفاده نکنی و های ویرگولی استفاده کنی. اما برای تنوع میخوام براتون بیشتر بنویسم. فر رو کشیده بنویسیم، دقت کنید. بعد های دو چشم هم استفاده بکنیم به این صورت. بالعکس هم میتونه باشه. باز فر